شاهکاری‌های ادبیات جهان، بهترین نمونه‌های نظم و نثر جهان. شاهکاری‌های ادبیات جهان، نیروبخش معرفت، شکوفایی شعور و پرتوافشانی فروغ فضل و حکمت در خانه دل شما. از ارمغان معنوی شاهکاری‌های ادبیات جهان بهره‌مند شوید. شاهکاری‌های ادبیات جهان از رادیوی فرهنگ. درود به دوستداران برنامه‌های ادبی رادیوی فرهنگ. گفتارمان را از سلسله خوانش بدیعی شاهکاری‌های ادبیات جهان آغاز می‌بخشیم. گفتار 29 را از روی رمان مارتین ایدن نویسنده آمریکایی جک لندن در قرائت عبدالجلیل امان بشنوید. ماری طاقت کردن نتوانست. او تازان به نزد پیچکه رفت و از گوشت پاره و سبزوات تگی کاستریول یک تغارچه پوری شوربا کشیده و به نزد مارتین شتافت. بعد رفتن مارتین هم خم شده و به حالت دیده به یک نقطه دوخته به لب کات نشست و به این حالت خیلی وقت نشسته و نهایت چشمش به ژورنال افتاد که پشتی پگاهی آورده بود. این پارفنون است. از دل گذران او شماره آگوستی پارفنون است و در آن باید افمرید چاپ شده باشد. کاش که بریسیدن زنده می بود. او با رق زدن ژورنال در آمد و بناخواست کرخ شد. افمریده با لوحه و صلفه های پردبدبه نقاشی در اسلوبی بردل زینت یافته. از یک طرفی صلفه صورتی بریسیدن، از طرفی دیگر باشد صورتی سر جان ویلیو سفیر بریتانیا جا داده شده بود. اما داستان را گشته و برگشته خوانده از ثروت لغوی غیر عادی میستر بریسیدن در شگفت میماندیم و بارها با خود سوال میکردیم که میستر بریسیدن چه خیلی و از کجا چنین خزینه سخن را دریافته با این مهارت سخن پردازی کرده است. بعد این خودی داستان می آمد. چه خوب که تو مرده بیچاره بریس، بدل اندیشید مارتین ژورنال را به فرش افکنده. بیچاره بریس، غرغر کرد مارتین. وای، هرگز این گناه مرا نمی بخشید. مارتین با چی مشقت از جای خیست و غلدان را که در آن وقتا پیش کاغذی ماشینکار را نگاه می داشت کشید. سپس دوباره به لب کات نشسته نگاهی با دقتش را به خالگی دوخت. او به خبر ماند که چند مدت به دین مینوال نشست. بالاخره از آغوش فضای تومن‌آلود در پیش نظرش یک خط سفید پدیدار گشت. این عجب منظره بود، اما مارتین چون با دقت نگریست دید که این خط موج است در قریبی خرسنگی های زیر آبی مرجانی در کدام یک محل اقیانوس آرام. شامگاه فرا رسید و مارتی از ماهیگیری باز میگشت و نگران موج زوری بود که او را باید از بالای خرسنگی زیر آبی میگذرانید. اما این منظره بناخواست خیره گشته در پیش چشمان مارتین دوباره بی سر و سامانی حجره تنگ و تارش نمودار گشت. او هرچند زور زد دوباره تاییدی را ببیند سود نبخشید. میدانست که الحال در نارگلزار سرود تنین انداز میگردد و دختران در روشنی آفتاب رقص و بازی خواهند کرد. اما او با جز میزی رویش پوری کاغذ و تیره‌ای خیره کیها باز روی آبولتر را ندیده دیگر چیزی را نمیدید. او نالش کنان چشمانش را پوشید و به خواب مست رفت. مارتین شبی دراز را به خوابی گیران گذرانید و صبح او را تقتقی خطکشان از خواب بیدار کرد. او که نسبت به همه چیز بی‌پروا بود مکتوب‌های گرفته‌اش را خسته حال نکشاد. در درون یکی آنها که در روی لفافش مهر ژورنالی مشهوری راهزنان را داشت برای گرفتن $22 چک بوده است. مارتین برای راندن این پول قریب 1.5 سال زور زد، اما اکنون رویانیدن و پینکش ویران نشد.
با همین پشته یک ژورنال نیویورک برای شعرهای حجی کیها قبول شده باز به $10 چک آمده بود. روزای یک رنگه یکی پس دیگر گذر داشتند. مارتین اکنون در یک شبانه روز 8 ساعتی می خوابید. اگرچند که او به امیدی چک‌های نو در رستوران چهای ژاپنی که در آنها در عوضی 10 سنت خوراک خوردن ممکن است خوراک می‌خورد، حتی خیلی فربه بود. روزی خواست به سان فرانسیسکو رفته با آدمان اصیل ملاقات کند، اما تا دم در حولی آنها رسیدن بناخواست به شست واپس گشت و شتابان برای آمدهش کوچه های سر آدمی گیت روان شد. گاه او ژورنال و گزیده ها را از نظر می گذرانی تا واقف کرد که در خصوص افرمریده چی ها می نویسند. داستان شور خیزانده بود، اما چه شوره! همه آن را می خواندند و همه بحث می کردند که آیا این نظم است یا نه. پرفینان در شماری نوبتیش خودپسندانه ثمره شوری خیزانده خود را می چید. سر جان ویلیو را مسخره می داشت و به مقصد رکلام مرگی بریسیدن را بی وجدانانه استفاده می کرد. مارتین بارها خرسندی می کرد که دوستش به این روز نرسید. بریسیدن ازدحام را چشم دیدن نداشت. اکنون باشد آنچه که برای او مقدس و نهانی بود در زیر پای ازدحام لگدمال و زیبایی که آفریده بود اما روز تیکه کرده می شد. واعظان افمرید را موضوع وضع خود قرار دادند. یک نفری آنها که داستان را حمایه کردن خواسته است به بدعتی متهم کرده شده است. مارتین نمی خندید، اما از غایت قهر و غضب دندانهایش را غجیر راست هم نمی زناند. در نظرش دوباره منظره های دلفریب و درخشانی تاییتی دوردست پدیدار گشتند. مارتین از ژورنالی پارفنون به $350 چک گرفت، آن را به وسیع بریسیدن داد و او از او زبان خط گرفت و در عین زمان خود نیز زبان خط داد که از بریسیدن $100 قرضدار است. اما موسمی رستورانچی های ژاپنی برای مارتین به آخر می رسید. حکایه‌ای ویکی از حیات مردمی گاوایا نوشتهش را ژورنالی هر ماهی آورن به $250 خرید. اخبار شمال مقاله گهواری زیبایی را به تب رساند. ژورنالی مکینتاش باشد شعری فالبین دختر را که به مرین بخشیده شده بود قبول کرد. محرران و تقریض نویسان از استراحت تابستان بازگشته بودند و دستنویس‌ها با سرعت فوق‌العاده به گردش در آمدند. مارتین هیچ نمی‌فهمید که آنچه که در بدل 2 سال با چنین قطعیت رد کرده میشد اکنون به چنین چرا قبول می‌گردد. بعد آن که چندین ژورنال پسی هم ننگ آفتاب را رد کرد، مارتین مصلحت دوستی مرحومش را به یاد آورده قرار داد که آن را به یگان نشریات پیشنهاد کند. او به اداره سینگلتری، دارلی و کا مکتوب نوشته اظهار راضیگی کرد که ننگ آفتاب را با آنها به $100 می فروشد و من بعد دعوای حقی قلم نمی کند. اما نشریات به این کاری توکلی راضی نشد. از بس که گرترود شتابان آمده بود به زور نفس می گرفت. دلش گواهی می داد که ناخوشی روی داده و از این رو همه پولی ناچیزی در بیساتش بوده را به سمکچش انداخته آورده بود. من خودم به نزد تو می رفتم، گفت مارتین، اما با میستر خیگین باتم منو تو کردن نخواستم. اگر می رفتم البته جنجال می شد. هیچ گپ نه، وای به زودی آرام می شود. باور کن او را خواهر و در عین زمان دانستن می خواست که به مارتین چی حادثه روی داده است. لیکن تو تیزتر به کار داره. برنارد می خواهد که آدمان با مهنتی حلال مشغول باشند. من مقصدی به کار در آمدن ندارم. تبسم کنان گفت به او مارتین، می توانی این گپ را از نام من به وی عرض کنی. و او بروی زانوان خواهرش 100 تنگه طلایی $5 پرجلا و جرنگاسی را ریخت. یاد داری وقتی که من در کیسه تراموای پولی نداشتم به من $5 داده بودی؟ انا این $5 تو و باز $99 کنی گوناگون سال و هم سنگش. اگر گرترود به نزد مارتین با دلی پر اضطراب آمده باشد، پس اکنون را دهشت و واهمه زیر کرد. جای شبهه نبود. زنی بیچاره گمان نمی کرد، بلکه وی سخت باوری داشت. او با هراس به مارتین می نگریست. اعضای بدنش درخ می لرزید.
گویا که این دایره‌چه های طلایی وجودش را مثل آتشی جهنم می سوزاند. همین از آنی تو؟ گفت مارتین خنده کنان. گرترودا آواز انداخته گریه برداشت. بچه بیچاره، بچه بیچاره. نفهمی کرد و زمان مارتین سر و سیمه گشت، اما خودی همان لحظه سببی هیجانی خواهر را فهمید و به او مکتوب نشریات کتاب را نشان داد. گرترودا با مشقت مکتوب را خواند، چشمانش را پاک کرد و نهایت به جرأتانه پرسید: پس تو این پول را برای حلال یافتی؟ نباشد چی؟ من آن را حتی در قمار هم نبردم، بلکه کار کرده یافتم. چهره خواهر اندکی گشاده شد و او با دقت مکتوب را تکرارا خواند. من این پول را به نام تو به بانک میمونم، قرار داد گرترود. نه، اگر تو نگیری من آن را به مری میدهم و راه استفاده آن را نقص میداند. من طلب میکنم که تو خدمتگار را گرفته من بعد آدم بر این استراحت کنی. رفته به برنارد میگویم، گفت از جا خسته گرترودا. مارتین اندکی ابرو پر از تاب کرد، ولی خودی همان لحظه خندیده فرستاد. ها گو گفت او. ممکن است اکنون همه را به مهمانی جیغ زند. البته جیغ میزند، یعنی من باوری دارم که جیغ میزند. با جوش و خروش ندا میکرد خواهر او را از گردنش آغوش کنند. مدتی کوتاهی از میان گذشت و مارتین زیغ شد. او مردی سالم و بردم بود، اما کاری نداشت که با آن مشغول گردد. او یاد داشت که خلیج در جایی شمال پناه واقع بود خیلی خراب است. در آن کشتی های کلان و اقیانوسگرد لنگر پرتافته می توانستند و سیاحتنامه اقیانوسی آرام وی را در آن قسم اقیانوس همچون بهترین بندر توصیه می کرد. در آنجا او کازه نیشکری مثل کازه که در آن سردار طعمی زندگی می کرد ساخته سیاه پوستانی محلی را به کار خود کرا می کند. در آنجا او دلالانی تیاخه ناخدایان کشتی های تجارتی، قاچاقچیان و آوارگردهای رادامردی بحرگرد را قبول خواهد کرد. و عجب نه در اینجا او کتاب های یک وقت خوانده به دنیای را که اکثر خیالاتی خام بوده است فراموش سازد. اما برای این یا حق گفته در کالیفرنیا نشستن لازم بود تا که خلطه از طلا پر گردد. بار او خبر یافت که روز یکشنبه در شل موند پارک گیلکاران سیر داشتند. سالهای پیش او با چنین سیرها تیز می رفت و چی بود این آنها را می دانست و اکنون وارد باغ گردیده پی برد که احساسی کیها فراموش شده در نهادش بیدار می شوند. در خودی همین لحظه به سرش بناخواست چنان ضربه رسید که سهل مانده بود افتاد. ضربه مشت بود و شخصی ضربه زده یقین جاغ را به نشان گرفته، اما از غایت سراسیمگی و قهر و غضب خطا کرده بود. مارتین عیناً در این لحظه روی قفا گرداند که حمله آور برای ضربه دوم مشت برداشته بود. او چابکانه چپ داد، ضربه به نشان نرسید و مارتین با پای چپ رقیبش را زده اسب افتاند. جیم و دیگران الکی در تاز بر رزمگاه می آمدند. مارتین از شفق و زفق می لرزید. روزهای سعادتمندی گذشته، رقص و خرسندی و خوشحالی، زنازنی ها بازگشتند. در این میان آدمی که به مارتین حمله آورده بود جسته به پا شد و خود را از دستان جیم به رفیقان او وارهانیدنی خواست و مارتین حس کرد که این حقیقت است، حقیقتی عجیب، حقیقتی معجزه آور است. به دلش وسوسه افتاد او می توانست این دختر را خوشبخت گرداند. مادام که خودی او از بخت بی نصیب است، پس برای چی کسی دیگر را سعادتمندی نبخشد؟ او می توانست به لیزی خانه‌دار شده وی را همراهش به جزیره های مرکز برد. دلش می خواست به این وسوسه سر فراورد، اما آواز نهان او را از این کار باز می داشت. برخلاف خود او به محبت خود صادق بود. ایامی بی پروا فلکی و سبک مغزی گذشته بود. من به شوهری کار نمی آیم، لیزی گفت او تبسم کنان. دستی دختر لحظه از حرکت باز ماند، اما سپس پنجه هایش دوباره به همان مهربانی بسیله کردنی مویهای مارتین در آمدن. من این خیل گفتنی نبودم، گپ سر کرد و زبان گیر شد. مارتین خیسته نشست. او دست لیزی را گرفته آن را صمیمانه فشرد
اما در این حرکتش احتراس نبود. بیایید در این خصوص گپ نزنیم. شما عجب دختری ناز، عجب دختری با شرف، گفت مارتین. برای من فرقی ندارد که شما نسبت به من صافدلید یا نه. شما با من هر چی خواهید کردن میتوانید. میتوانید مرا بلای افتانده لگد کوب کنید، اما این کار را فقط شما کردن میتوانید. انا برای همین هم من باید نسبت به شما صافدل باشم. با نوازش گفت مارتین. گمان کرده بودم که کار چنین رنگ میگیرد. آخر مناسبت من به شما لیزی خیلی خوب است. شما این را حتی تصور هم کرده نمیتوانید. مارتین در این لحظه وادی را هم فراموش کرد و خلیج را هم، کازه نشکری را هم، چو کشتی سفیدی باندار را هم. آخر این همه چیز ضرورت دارد. آخر او میتواند به هیچ موانعت به هر کدام کشتی که دلش میخواهد سوار شده به هر جا که دلش میخواهد سفر کند. من میخواستم این پول را به شما دهم. شما میتوانید به خواندن در آمده یگان هنر از خود کنید. لیزی نگاهی سرد به پیش دوخته به حرکت می نشست. بیایید در این خصوص گپ نزنیم، گفت او و گویا از آن چیزی لنده‌ای که گلوگیرش کرده بود خود را وارهانیدنی شده باشد گلو افشاند. سیر به آخر می رسید و آدمان قریب همه پراکنده شده بودند، اما هنگامی که مارتین و لیزی از بین دختران برآمدند یک گروه آدمان را دیدند که آنها را نگران بود. پایست در سرگه کوچه 16 توقف کرد. کاندوکتور تراموایی که در ایستگاه می ایستاد بی‌طاقتانه سینج می زد. کنی وی را گیرو جفته کشیده گریز فریاد کشید جیمی تیستر، ما آنها را در اینجا دست می گیریم. دستی دشمن در لحظه اول از این نیرنگ گرنگ شد، اما فی الحال از وگان فرامده از دنبال گریزگان دراز شد. шунавандагони арҷуманд, шумо хониши бадеиро аз рӯи романи Мартин Идени нависандаи амрикоӣ Ҷек Лондон дар қироати Абдуҷалили Амон шунидед. поёни гуфтори 29. коргардон Даврон соҳибзода шоду сарбаланд бошед.